اگر تو هم دنبال این که چطوری داخل بلاک صورت سری پول در بیاری، امروز این ویدیو مخصوص توه. うるせえんだよ دارکوت خود را میپوشیم. اولین روش واسه پول در آوردن که مخصوص دریا اولیه و دریا دومی های تازه کاره که تازه اومدی داخل دریای دوم، شرمنده‌ام فعلا باید این کار انجام بدی واسه پول در آوردن. فارمه، یعنی شما میایین پیش کوئس، از این طرف کوئس میگیرید و میرید فارم میکنید. خب تمام شد. 10 کی پول داد. خود NPC ها حدوداً 2-3 کی بهتون پول میدن و یه دونه لول برای تموم کردن کوئس. این راه کلا بهتون گفتم دیگه، واسه دریا اولیه اونایی که تازه اومدن دریای دوم خیلی خوبه. کار بعدی واسه راحت پول در آوردن چس فارمه که اکثرا دریا سومی ها انجام میدن. شما انجام ندید، داخل دریا یک اصلا به درد نمیخوره. دریای دوم اگر نیاز به 300 کی یا مثلا 200 کی داشتید اوکیه، ولی نیاز به میل پول داشتید، یعنی که 2 میل 3 میل می‌خواستید، انجام ندید. هر چستم 2-3 کی بهتون میده، زیاد به درد بخور نیست. مثلا بهتون گفتم دیگه، اگه 2-3 کی پول میخوای انجام بده. راستی خیلیاتون میگید چرا مکس نمیشی؟ راستش حوصله فارمو ندارم. فکر نکن یکی دیگه روش فارم داخل بلاک سرو چیزی نیست جز ماهیگیری که الان همتون دیگه این قلابا رو دارید. اگرم نداشتید میرید سمت اسکله ها، یه دونه مرد ماهیگیر هست که دستش قلابه، باهاش صحبت میکنید و بهتون قلابا رو میده. این قلابا رو هنوزم میتونید آپگرید کنید. اگر دوست داشتید واسهتون ویدیو آپگرید قلابا رو بذارم داخل این شورت ویدیو. چیکار میکنید؟ گزینه اولیو که بزنید میتونید ازش قلاب بخرید با 1 کی و گزینه اول دومی رو بزنید بهش ماهیاتون رو میفروشید. با 1 کی 10 تا دونه بهتون تومه میده. 10 تا تومه رو شما میتونید چقدر بفروشید؟ بستگی به ماهیاتون داره. اگر ماهیای خوبی باشه بین 10-20 کی تا 40-50 کی هم میتونید بفروشید بهش. حالا من واسهتون 10 تا دونه ماهی میگیرم که ببینید چقدر میره. خب به من 3 تا دونه لول داد و کلی هم چست. اگه بهتون نگفتم داخل چستا فروت پیدا میشه، به من بهترین فروتی که داده شخصا بوده و پورتال بوده. بریم ماهیامونو بفروشیم. چقدر میدی؟ 42 کی بهمون پول داد. پول واقعا خیلی خوبیه. اگه تازه اومدید دریای اول یا دریای دوم حتما ماهیگیری کنید. هم لولتون زودتر میره بالا، هم از فرم بهتره. فرم یه ذره خسته کننده است خدایی، قبول دارم. راستی بهمون 2 تا دونه چست هم داده. بذار چستا رو بکنم ببینم چستی چیه. چست فرگن. چست فرگ اکثر وقتا داخلش فروت نیست، ولی چست طلایی داخلش فروت پیدا میشه. اگه شانستون خوب باشه احتمالش هست داخلش تیرکس، بودا، پورتال، حتی شاید هم کیتسونه هم داخلش در بیاد. 2 تاش هم متاسفانه یکی بهمون فرگ داد، بازم از هیچی بهتره. و میرسیم به بهترین راه فارم. بهترین راه فارم دریاست. فارم دریا کشتن سیبست یا سیبیست خودمون که جلوتر بهتون نشونش میدم. کشتن سی 100 کی و 500 بهتون پول میده، یا 100 کی و 300. و به جز سیبست متاسفانه کلی باسای دیگه هم هستن که اونا به درتون زیاد نمیخوره. داخل دریای سوم مشکل یه ذره، ولی خب سی بیشتره. توی دریای دوم کم پیدا میشه و اگر بکشیدش احتمال دادن دارکنس رو داره. دارکنس یه چیزیه که شما میتونید با گرفتن اون یا باس اسپان کنید یا واسه گرفتن ریس سایبورگ به درتون میخوره. باسی هم که اسپام میکنید احتمال 1.5% بهتون دارک کورت رو میده. دارک کورتی که گنگ ترین چیزای گیمه، یعنی اگه داشته باشینش دیگه اکانتتون خیلی گنگه. بریم که واسهتون سی 20 رو تیکه کنم. خب اینم از سی 20. یه دونه مار گنده دریاست، یه جزو پادشاه دریا حساب میشه. این زدنش واسه من خیلی راحته، ولی شما چند نفر باشید، مثلا 2-3 نفره برید، به همتونم پول میده. به کسیتون هم دارکنس داد میتونید باس اسپان کنید. حالا من واسه تون میزنم ببینید چی بهم میده.
خب همونطور که دارید میبینید بهم 100 خورده که پول داد، یه دونه لول و 250 تا دونه فرگ. حتما اگه میتونید با رفیقاتون برید داخل دریا، چند نفر باشید، خیلی سریعتر میتونید بزنیدش. بزنید، درست دیر میاد ولی خب میارزه، پول خیلی خوب میده. حدوداً 2-3 تاشو بزنید راحت 500 که در میارید، 9 تاش هم بزنید 1 میلیون راحت در میارید. ساب لایک فراموش نشه، کامنت هم بذارید ویدیو بعدی چی باشه. عشق منید. تا ویدیو بعدی، فعلا بای بای.